واکنش عفو بین الملل به سرکوب زنان در افغانستان. سازمان عفو بین الملل بازداشت زنان در افغانستان به دلیل نوع پوشش را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شده است. این سازمان در واکنش به افزایش بازداشت‌های زنان در افغانستان توسط طالبان به دلیل نوع پوشش این اقدامات را نقض هرچی بیشتر آزادی‌های زنان خوانده است و در بیانیه خواستار توقف فوری سرکوب زنان و آزادی فوری زنان بازداشت شده است. این اقدامات با واکنش‌های جهانی نیز روبرو شده و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل نیز آنها را نگران کننده خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت‌های خودسرانه زنان در کابل و دایکندی را رد کرده و آن را تبلیغات توصیف کرده است. شماری از فعالان حقوق بشر و رسانه‌های بین المللی افزایش محدودیت‌ها و فشارها بر زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تایید می‌کنند. این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را در جامعه جهانی برانگیخته و خواستار واکنش قاطعانه‌تر به این مسئله شده است.